اگه تو هم شیر رو از پاکتش در میاری و از این شیشا برای نگهداریش استفاده میکنی، این ویدیو برای توه. وقتی شیر پاستوریزه یا استریلیزه میشه، تقریبا همه میکروارگانیسمایی که باعث فساد شیر میشن از بین میرن. اما یه نکته‌ای که وجود داره، ماندگاری شیر فقط به این فرآیند حرارتی بستگی نداره و ارتباط خیلی مستقیمی با نحوه بسته‌بندیش داره. این پاکتایی که میبینی بهشون میگن تتراپک و طوری طراحی میشن که نور، اکسیژن و میکروبا نتونن وارد بشن و اینطوریه که شیر تا چند ماه توی دمای محیط میتونه سالم بمونه. اما به محض اینکه شیر رو باز میکنی و میریزی توی یه ظرف دیگه، شیر با هوا، با میکروبا و خود ظرف تماس پیدا میکنه و خاصیت استریل بودنش از بین میره و اینطوریه که ماندگاریش کمتر میشه. از طرفی نور و اکسیژن هم باعث اکسید شدن ویتامینا و چربیای شیر میشن و در نتیجه کیفیت شیر رو پایین میارن. حالا تو بگو به نظرت چه محصولات دیگه با بسته‌بندی تتراپک وجود دارن که باعث میشه ماندگاریشون بالاتر بره؟